زیاد از 10,000 نفر ساکنان دهه بسمانده جماعت دهاتی وحدت زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده می‌نمایند. در زمین‌های نزد حولگی کارتوشک، سبزی، کرم، پومیدور و دیگر نامگاه محصولات را استحصال نموده، یک قسمت آن را برای روزگار و باقی مانده را برای بازار به فروش می‌برند. امروزها ساکنان ناحیه دوشتیج سخنان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را دایر به مدنیت زمینداری، مناسبت خرد و بزرگ به زمین، آب و دیگر ذخیره‌های طبیعی، استفاده هر وجب زمین از جمله قطعه زمینی نزد حولگی، رویاندن 2-3 حاصل و هرچی بیشتر استحصال نمودن محصولات را شعار خود نموده ثمرناک مهنت می‌کنند. وابسته به این ساکنان دهه بسمانده جماعت دهاتی وحدتی ناحیه که بیش از 10,000 خواجگی را تشکیل می‌دهند، زمین‌های خود را ثمرناک استفاده نموده در کشت و رویاندن محصولات کشاورزی فعالناکی ظاهر می‌کنند. همینجا ما سبزی می‌کاریم، پمیدور می‌کاریم، کارتوشک می‌کاریم، کبوتی می‌کاریم، برای همین خواجگی خود ما تامیناتش می‌کاریم، حاصل می‌گیریم، زیادیش رو برده با بازار کلخازه البته می‌فروشیم. زمین‌هایی که با هر یک دهقان وابسته شده است باید که ثمرناک استفاده بردن در کار، چون که خودی زمین کم. بنابر همینم این ما رو وادار میکنه هر کی ما رو، خصوصا متخصصا، راهبرا، دیگر شخصانی که با دهقانی سر و کار دارند نقصتر از زمین استفاده برند. خودی زمین کارکردش به جاش موندن در کار، نوهای بهترین را کش کردن در کار، در همان وقت ما میتوانیم که حاصل دلها به دست بیاریم. امروز در زمین نزد حولگی کشتی کارتوشک، سبزی، شلغم، کرم و پومیدور و بودرینگ لوبیاگی‌ها به راه مانده شده است. در نتیجه مهنت پرثمر هر عائله از یک قطعه زمین 2-3 حاصل می‌گیرند و در برابر تامین روزگارشان محصولات استحصال شده را پیشنهاد خریداران می‌گردانند. در نزد این حوله ما 8 اتاق سبزی می‌کاریم. سبزی ما نقض میشه، میفروشیم، سر لباس میخریم، ارد میخریم، روغن میخریم، همه چیز میخریم، با ذخیره کرده میمونیم. کسی که زمین بر مهنت میکند راحتش میبیند. استفاده عاقلانه زمین عامل مهمی رشد ساحه کشاورزی، درآمد بیشتر اهالی و فراوانی بازار استعمالی بوده. دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مورد ثمرناک استفاده نمودن زمین را ساکنان نزدیکی سرمشق کار خود نمودند. حاصلای نقد میگیریم. همین کارتوشک 3 تن تا 3.5 تن هم گرفتگی روزنامه هست. همین سبب هم زندگی خدا ما نقد میشد. بازار با میفروشیم. نیبیره ها همین استفاده میبرد، میخورم، باز برای زمستان باز ذخیره میشد. زمین اگر اعتبار دید هم میخوراند هم میپوشاند. بنا به معلومات موجوده در ولایت سوخت و میدان عمومی زمین‌های نزد حولگی قریب 61,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. ساکنان ناحیه دوشتیج در زمین‌های نزد حولگی خود پرورش زراعت‌های کشاورزی را به راه مانده، با این وسیله منفعت بیشتر می‌بینند و زمین‌های در اختیار بوده را می‌کوشند مقصدناک استفاده و حاصل فراوان رویانند. مستان محیدی لازاده، فرهاد عبدالله، مظفر صابرов، اخبار.